فیلم داستان ویلیام استنفورد، یه دانشمند و فضانورد رو تعریف میکنه که توی مأموریت داوطلبانه به سمت مریخ به مدت 270 روز سفر میکنه. اول باید یه سری آزمایش انجام بده، همزمان باید حواسش به سلامت روان خودش هم باشه، چون تنهایی تو فضای بیکران میتونه عواقب غیر قابل پیش بینی داشته باشه. هر روز که میگذره به مقصدش نزدیکتر میشه و یه کشش غیر قابل مقاومت به سمت سیاره سرخ حس میکنه، انگار که صدای مریخ رو میشنوه. مریخ یه نقطه کوچیک تو کیهان پهناوره، نه زندگی هست نه مرگ، فقط یه آدم از زمین، کاپیتان ویلیام دی استنفورد، که تصمیم گرفته این سیاره رو زنده کنه. آماده سازی ها برای اولین مأموریت انسانی به مریخ شروع شده. اولین فضاپیما زفیر با کاپیتان استنفورد به عنوان تنها سرنشین پرتاب میشه. چند روز بعد یه فضاپیمای دیگه به اسم کاپیتان امیلی مادوکس به دنبالش میره. کل سفر به سیاره سرخ 270 روز طول میکشه. قبل از حرکت استنفورد از زمین خداحافظی میکنه، جایی که 6 میلیارد نفر دارن فکر میکنن چرا این کارو میکنه، چرا جونشو برای سیاره بیروح فدا میکنه. اما کاپیتان مطمئنه که داره به مریخ میره تا اونجا رو زنده کنه. بعد از پرتاب از مدار، استنفورد به زمین نگاه میکنه و از زیبایی اون لذت میبره. همه چیز طبق برنامه پیش میره و بعد از تایید مرکز کنترل در هاستون بهش اجازه داده میشه لباس فضانوردیشو در بیاره و کارهای روزانه‌شو انجام بده. جمعیت زیادی که برای بدرقه اولین آدمی که میخواد مریخی بشه جمع شدن، از طریق ارتباطات باهاش صحبت میکنن. مأموریت تحت نظارت مادوکس اسکینره که فضانورد بهش میگه اسکینی. این دو نفر دوستای صمیمی به نظر میرسن. اسکینی پیشنهاد میکنه که پرواز رو با چک کردن راکتور شروع کنه، اختراعی از خود استنفورد. این دستگاه هیدروژن و اکسیژن رو از خاک استخراج میکنه و اونا رو به آب قابل حمل تبدیل میکنه. به لطف این راکتور استنفورد میتونه آب مورد نیاز خودش و گیاهان رو هم تو فضا هم تو مریخ تولید کنه. یه دستاورد فوق‌العاده مهم. بعدن استنفورد اولین غذای فضاییش رو آماده میکنه و از گیاهانی که قراره در طول مأموریت پرورش بده مراقبت میکنه. بعدش افکارش رو توی دفترچه مخصوصی که توی فضاپیما داره مینویسه. شب برای خوابیدن مشکل داره. صدای پرنده ها، امواج اقیانوس و صداهای دیگر رو امتحان میکنه، اما هیچ فایده ای نداره. هیجانش خیلی زیاده. صبح اسکینی بهش زنگ میزنه. وقت جلسه هفتگی با دانشجوهاست. استنفورد در مورد آماده سازی های مأموریت صحبت میکنه. تقریبا همه چیز با دقت برنامه ریزی شده بود. مواد غذایی، تجهیزات و همه چیزهای ضروری برای سفر. اما بزرگترین چالش تامین آب بود. به همین خاطر راکتور رو اختراع کرد که با خاک کار میکنه. استنفورد یه روشی رو طراحی کرده بود که هیدروژن و اکسیژن رو از خاک استخراج کنه و با ترکیب اونا آب تولید کنه. اون راکتورش رو تو کویر آتاکاما تو زمین آزمایش کرده بود. 2 روز اول مجبور بود با گلوی خشک کار کنه و فقط 2 روز سوم تونست آب استخراج کنه. بعد از این موفقیت بود که مأموریت امکان پذیر شد. اگه تو زمین جواب میداد، باید تو مریخ هم جواب میداد. اون زمین رو ترک میکنه، اما کل بشریت با روحش با اونه. این بهش اعتماد به نفس میده که بشریت از خودش پیشی گرفته و به ارتفاعات جدی رسیده. در طول سفرش به مریخ استنفورد خوشبین میمونه. به گیاهانش آب میده، از راکتور آب استخراج میکنه، ورزش میکنه، میخونه، تو دفترچه مینویسه و حتی میرقصه. اسکینی همیشه باهاش در ارتباطه و اخبار زمین رو بهش میده. استنفورد احساس کنترل داره، یعنی همه چیز خوب پیش میره. اون یادآوری میکنه که چطور موقع آزمایش راکتور اسکینی تو کویر پیداش کرده بود و اون موقع به دوستش اطمینان داده بود که فقط تو چند سال دیگه انسان‌ها تو مریخ زندگی میکنن. حالا با اونایی که مشتاقن ازش اطاعت کنن ارتباط برقرار میکنه و به پیشنهادات اونا برای ایجاد زندگی تو سیاره سرخ گوش میده. تو نقطه‌ای از سفرش استنفورد باید توی ایستگاه فضایی توقف کنه، جایی که یه بسته لوازم آماده منتظرشه. فضانوردای اونجا آخرین انسان‌هایی هستن که برای مدت طولانی میبینه. اما بعد از رسیدن و دادن یه هدیه کوچیک، میوه تازه به اونا، یه چیز نگران کننده رو متوجه میشه. هر دو خدمه از اقامت طولانی مدت تو فضا و آزمایش شکست خوردهشون به شدت خسته و افسرده به نظر میرسن. همه گیاهان و حیواناتی که با خودشون به مدار برده بودن مردن. فضانوردا از این شکست خیلی ناراحتن، چون باعث میشه زمان اونا تو ایستگاه بی‌معنی بشه. علاوه بر این، اونا خیلی دلتنگ خانواده هاشون هستن. یهو یکی از اونا پیشنهاد میکنه که تا وقت هست استنفورد مأموریتش رو رها کنه. استنفورد نمیتونه بفهمه که چطور کسی میتونه زمین رو برای مدت طولانی یا شاید برای همیشه ترک کنه.
در همون لحظه یه پیام میرسه که خبر از پرتاب جانشین استنفورد مدوکس میده. استنفورد میگه مأموریتش رو رها نمیکنه. فضانوردها با اشک تو چشماشون بهش نگاه میکنن. بعد یکی از اونا از استنفورد التماس میکنه کاریو نکنه که متوجهش نیست. کاپیتان استنفورد به زفیر برمیگرده، اما این مکالمه تو ذهنش میمونه. مدتی بعد مشکل جزئی تو راکتور پیش میاد، اما استنفورد مطمئنه که میتونه از پسش بر بیاد. در واقع تقریبا از این چالش غیرمنتظره خوشحال میشه، چون یک نواختی روتینشو میشکنه. با وجود سرعت وحشتناک فضاپیما هیچی حس نمیکنه، همه چیز ثابت و بدون تغییر به نظر میرسه. به زودی اولین نشونه های آلودگی، ذرات ناشی از پوسیدگی گیاهان رو تو پوست خودش متوجه میشه. خاطرات فضانوردای ایستگاه فضایی به ذهنش برمیگرده و شروع میکنه به درک بدبینی اونا. با این حال هنوزم مطمئنه که میتونه به هر مشکلی غلبه کنه. اما یه روز راکتور یه نقص جدی پیدا میکنه. استنفورد کویر، تشنگی و مبارزه رو یادآوری میکنه. اضطراب شروع به خزیدن میکنه و نگرانی‌هاشو به هوش مصنوعی فضاپیما میگه. بعدن پیام‌های تولد از عزیزاش تو زمین دریافت میکنه. برای مشغول نگه داشتن ذهنش شروع به یادگیری زبانهای خارجی میکنه. استنفورد آزمایش‌هاش رو با گیاهان ادامه میده که یهو ارتباط با هوستون قطع میشه. این سکوت ناگهانی باعث وحشتش میشه، اما وقتی اسکینی بالاخره دوباره آنلاین میشه توضیح میده که مجبور شدن تمام توجهشون رو به جانشین استنفورد مدوکس معطوف کنن، چون فضاپیمای اون دچار نقص زیروسکوپ شده بود و از مسیر منحرف شده. استنفورد وارد عمل میشه و مدوکس رو تو تنظیمات لازم راهنمایی میکنه، با وجود اعتراض اسکینی که میگه تکنسین‌های زمینی باید این کارو انجام بدن. روزها مثل قبل میگذرن. یه روز استنفورد فکر میکنه حس بویاییش رو از دست داده. چندین بو رو اسپری میکنه و وقتی میتونه بوی علف رو تشخیص بده احساس آرامش میکنه. اون شب دوباره صدای محیط زمین رو امتحان میکنه و یهو متوجه میشه که داره دلتنگ خونه میشه. حالا میتونه حس کنه که فضا با تمام وجودش وارد فضاپیما میشه. شراره‌های خورشید از زمین دیده نمیشن، با فرکانس بیشتر ظاهر میشن و افکارشو مختل میکنن. تو روز 81 مأموریت یه مشکل بحرانی پیش میاد. یه اتصال کوتاه تو راکتور آب آشامیدنی رو آلوده میکنه، اما استنفورد این اتفاق رو به زمین گزارش نمیده، چون میدونه که این کار باعث فراخوانی فوری میشه. اون مبارزش برای استخراج آب از خاک کویر رو یادآوری میکنه و سعی میکنه این روند رو تو فضا تکرار کنه. یه روز اسکینی با نگرانی واضحی بهش زنگ میزنه و ازش التماس میکنه که راکتور رو ول کنه، چون مهندسا تو زمین نگران خانش‌های اون هستن. اما فضانورد در تلاش‌هاش برای تعمیر دستگاه مصممه که منجر به یه شکست دیگه میشه. این بار بخشی از راکتور میسوزه. روز بعد اسکینی یه خبر وحشتناک میده. بعد از چند هفته پرواز مأموریت مدوکس به دلیل نقص‌های بحرانی لغو شده و اون داره به زمین برمیگرده. اسکینی شک میکنه که استنفورد هم مشکل داره، اما استنفورد اصرار میکنه که همه چیز تحت کنترله و از دوستش میخواد که نگران نباشه. در واقع استنفورد بیشتر و بیشتر درگیر افکار فضای بیکران اطراف فضاپیماش میشه. گیاهانش که آب کافی ندارن شروع به خشک شدن میکنن. اون هر قطره مایعی که ممکنه بهش کمک کنه که زنده بمونه رو جمع میکنه و ترفند چگالش رو که تو کویر نجاتش داده بود رو یادآوری میکنه. اون با استفاده از گیاهان جعبه های